سلام فامیل های محترم منطقه استافورد. از اینکه ما به سال جدید تحصیلی نزدیک می شویم مشتاق هستیم تا برخی از تغییرات مهم را در مورد پالیسی ما درباره تلفن امرا با شما شریک سازیم که به تمرکز مجدد شاگردان ما کمک نموده از مشارکت آنها در فعالیت‌های صنفی حمایت خواهد کرد. هدف ما این است تا اطمینان حاصل کنیم که هر شاگرد می تواند از زمان آموزشی خود استفاده اعظمی کند. سر از امسال تمام تلفن‌های امرا در ساحت مکتب خاموش و کنار گذاشته خواهد شد. این محدودیت در ساعت نان چاشت تمام صنوف نیز قابل تطبیق می باشد. شاگردان می توانند تنها در اوقاتی که در موتر مکتب سوار باشند و در اوقات قبل از مکتب، بعد از مکتب و در عین تمرین یا بعد از سفیر فعالیت های مکتب تلفن های خود را روشن کنند. ما متيقنیم که این امر تمرکز شاگردان را در زمینه آموزش در صنف افزایش می دهد. اختلاعات را در حد اقل می رساند و محیط یادگیری جذابتر را برای همه شاگردان ایجاد می کند. ما هم می دانیم که استثناءات وجود دارد که در مورد نیازهای طبیعی شرایطی که از قبل تهیه شده اند یا در مورد ارتباطات اضطراری باید تطبیق گردند و ما اینجا هستیم تا با هر شاگردی که نیاز به معافیت از مقررات دارند کار کنیم. ما همچنان از شما می خواهیم تا این امر را درک کنین که عدم مطابقت با این اصول عواقب در پی خواهد داشت. برای بار اول تلفن شما گرفته میشه و در یک جای گذاشته میشه و اگر شاگردها توجه نکنند و این عمل بار تکرار شود تلفن شما گرفته میشه و به خانواده شما تسلیم میشه، برگردانده خواهد شد. ما هم میدانیم که این یک تغییر خواهد بود و با اجرای این تغییرات بعضی از موارد ناامیدی نیز را خواهد داد. ما از شما تشکر میکنیم و از حمایت شما در اینجا این تغییر مثبت برای شاگردان قدردانی